کار خود را از صلح آغاز کرده با مردمی اذیت کشیده کشورم صلح و آرامی می‌آورد. تاجیکستان را دیار آزادگان، شکوه و فریقیان و سرزمین پیشاروی آفتاب یا خورشید می‌نامند، ولی گرانمایه‌ترین ارزش این کشور فرزندان با آر و ناموس و جسور و متین اراده آن بوده است. امروز ما اطراف شخصیت صحبت خواهیم کرد که ملت تاجیک را از فناشوی نجات داد و از حاشیه به متن رسانید. این هم باشد فرزانه ملت، ابرمرد میدان سیاست، پیشوای معظم و محبوب ملت محترم امام علی رحمان است. درود بینندگان عزیز، بازم برنامه جوهر است مهمان کاشانه‌های شما و امروز در برنامه جوهر گوهر اندیشه‌های رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، نامزد علم‌های فیلولوژی کارمند شایسته تاجیکستان، برنده جایزه ادبی به نام استاد میرزا ترسونزاده و دانشمند فرهیخته و مبلغ ارزش‌های ملی رودابای مکرم، خوش آمدید. می‌خواستیم در آغاز صحبت مفهوم و ماهیت روز پرزیدنت را از نگاه یک مبلغ ارزش‌های ملی شنیده باشیم. تشکر. ما اگر از نگاه سیاسی، از نگاه فلسفی و عموماً از تمام زاویه‌ها صاحب معرفتانه و آگاهانه اگر از چشمانداز خیش شرح و تفسیر دهیم، روز پرزیدنت این پیش از همه تنتنه فر ملت، شکوه ملت، بقای ملت و تاریخ ملت است. واقعا جشن گرفتن و ارجگذاری بر روز پرزیدنت نه تنها یک صحنه تقویمی برای یادآوری از یک منصب سیاسی است، بله، بلکه روز پرزیدنت این جوهر اندیشه تمام ملت تاجیک است که در محور اصلی آن دو رکن اساسی از خود درک می دهند. این یکم انسان و دوم قدرت، یعنی انسان توسط قدرت تا کدام اندازه می تواند که این رسالت تاریخی، رسالت ایمانی، وجدانی و خرز شهروندی خود را شرافتمندانه حمایت کند. بله. ما امروز اگر یک سیر به تاریخ گذشتگان، به تمدن درین سال مردم سربلند و عزتمند تاجیکستان نظر افکنیم، برای ما خوب واضح و روشن می شود هم از سرچشمه های علمی، هم از عقلی، هم نقلی و هم فلسفه که در دنیا شخصیت های بزرگ بهترین سرمایه های ملت کهن بنیاد دوران خویش هستند و به شک و شبهه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان انا از زمره آن برجسته ترین چهره های شناخته، بلند پایه ترین سیاستمدار جهانی و مبشر صلح و ثبات امانی و سعادت خلق است که به بخت این ملت توانست که در تاریخ از خود به ابدیت رقم ماند. من وطنم را، ملتم را، خلق عزیزم را از جان خود بیشتر دوست می‌دارم. فرزند نیکمنیش و فرزانه ملت تاجیک، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که باره مردم به مسند ریاست عالی کشور برگزیده شدند، از آغاز انتخاب گشتن خویش رسالت راهبری خود را از تختگاه بلندی وطن خواهی و ملت پروری
تایید نمودند. اولین پیام های این فرزند نیکنام خلق پیام نور و روشنایی، پیام صلح و صفا بود که در فضای تیره و غبار آلوده مملکت درخشید. برغم یأس و ناامیدی و راه افتادگی ها دانه های امید را در قلب مردم آزرده سبز گردانید. صدها مراتب شکرانه میکنم که سزاوار اعتماد و باوری خلق عزیزم هستند و برای این اعتقاد و اخلاص بزرگ و دستگیری و دعای خیر پدر و مادران در نزد تمام مردم شریف تاجیکستان سر تعظیم فرود می‌آورم. یک رجوع اگر کنیم به تعلیمات عقیده های فلسفی و سیاسی ارسطو که میگوید که دولت برای یک رهبر نه تنها یک دولت است بلکه یک عائله است و رهبر و پرزیدنت در آن چون پدر است، چون شخصیتی است که آن همان ملت را، خلق را با یک صلابت، با یک فطرت ازلی، با یک شکوه و شهامت، با یک فرع ایزدی استوار نگاه می دارد. چون دیوار پولادین از تمام چالش ها، از تمام حوادث، از تمام آن مرحله های تقدیر شکنی که بر سر ملت می بیایند، پدر وطن با یک عزم رفیع، با یک جسوری و دلیری، با یک فضیلت و محبت صدق و صداقت می تواند که ملت و خلق خود را نجات بخشد. امروز پرزیدنت مردمی ما، پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان، این شرافت، این بزرگی، این رسالت خود را سربلندانه اجرا کرد و هم در نزد تاریخ، هم در نزد مردم و هم در نزد بشریت بلندترین جایگاه شایسته سالدارایی خود را، چون اولین تاجیکی که بعد از اسماعیل سامانی توانست که دولتداری را از نو احیا نماید، ملت را شکل دهد، تمدن و فرهنگ به جهانیان معرفی کند و از همین لحاظ ما مردم تاجیکستان این روز پرزیدنت را با یک احترام خاصه، با یک سربلندی، عزتمندی، شرافتمندی استقبال میکنیم و این برای ما مهمترین تنتنه و مهمترین رویداد است که سعادت ما را، صداقت ما را، عرض و احترام ما را تجسم میکنید. شما از تاریخ یادآور شدید، به ویژه از دولتداری اسماعیل سامانی که توانستند واقعا هم پایه های ملی ما را در همون زمان عهد باستان استواری ببخشند، یک زبانی نابه که امروز ما و شما حرف میزنیم شکل بدهند و شاعران را روی کار بیارند که بعداً چون سردفتری ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس معرفی بگردند و شاهنامه بنویسند و با دانش علمی خود چون سینا شهره جهانی پیدا کنند. اگر ما توجه کنیم به درازای تاریخ، راهبران زیادی چون پرزیدنت روی کار میبیان، ولی بعد همه آنها میسر نمیگردد که پیشوا باشند، پرزیدنت مردمی باشند و سرور باشند که برای جامعه شهروندی محبوب و ارزش بلندی داشته باشند. ولی پرزیدنت کشوری عزیز و محترم ما امروز از محبت سرشار مردم برخوردارند، پیشوای در واقع مردمی اند. این همه ارزش ها از کجا در شخصیت محترم پرزیدنت ما منشأ میگیرد؟ ما اگر به سیر و سلوک اجدادان خیش، آنهایی که چون تاجیک اصیل، چون ملت آزادگان، چون وارثان نیکپنداران و نیکرفتاران و نیکگفتارانی که از خود در لحظه ها در ماورای چالش و حوادث، تضییق و تهدید و فشار و استبداد توسط مهر و محبت، توسط فطرت یک رهبر
توسط راهنمایی یک هادی و یک حامی که توانستند که نگاه دارند و تا به امروز به ما میراث گذاشتند، سرنوشت آنها برای ما یک تاریخ است. بله بشکر. یعنی تاریخ یک داور حقبین است، بله. حقیقت نگار است، یک داوری هست که در حافظه خود تمام رویداد، تمام مرحله های تقدیر ساز و تقدیر شکن را انعکاس می کند. و چون ما از تاریخ برای ما معلوم است، چون شما قید نمودید، در تاریخ در همه دور و زمان چهره های برازنده از خود درک دادند. بسیار آدما به سمت راهبر انتخاب گردیدند، بله. به سمت یک لیدر انتخاب گردیدند، ولی نه همه وقت و نه همه آنها توانستند که به عالی‌ترین کمالات خودشناسی برسند که آن هم راهبر اصیل بودند، پیشوای اصیل بودند، هادی و حامی عزتمند اصیل بودن است. فطرت ازلی بزرگان و وارثان متمدن برای ما یک امکانیتی داد، برای ما تقدیر و سرنوشت یک هدیه بزرگترین را پیشنهاد و پیشکش کردند که این شخصیتی به مثل مانند پیشوای محبوب ملت ما محترم امام علی رحمان است. باید قید نماییم که با کدام عامل ها، کدام وسیله ها، کدام خدمت ها و کدام بزرگی و فطرت ازلی نجابت نیاگان ما بود که برای پیشوای معظم ما یک مشعل شدند و رای پیشوای محبوب ملت ما را به سوی هدفهای پاک و معصومانه آن روشن کردند و این روشنی امروز به یک آفتاب به مثال مانند است که تا به دورهای دور صفای خیش را باقی می‌گذارد. به فکر من چون یک شهروند تاجیکستان، یکی از بزرگترین و یکی از محزمترین و مؤثرترین خصلت نجیب پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در آن است که محترم امام علی رحمان با بلندترین وجه، با بلندترین سطح انسانی منادی اصیل گومنیزم است. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان چون خود زاده دامان خلق است، در دامان خلق پرورش یافت، از بین خلق ظهور کرد. بله. برای خلق ظهور کرد و میگویند که آن ملت و آن کشور بر پایه بلندترین پیشرفت، بر پایه بلندترین عزت و شکوه و جلالت میرسد اگر راهبر، اگر پیشوایشان از بین خلق ظهور کند. بله. پیشوای معظم ملت ما از بین خلق ظهور کرد، با درد خلق ظهور کرد و برای خلق ظهور کرد و برای همین یک سیاست پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تنها و تنها به خاطر سعادت خلق است، به خاطر حمایت خلق است، به خاطر شأن و شرافت خلق است که این عامل توانست که با پرزیدنت ما چون یک پرزیدنت مردمی یک شأن، یک افتخارات دیگر را ضمن کند. و دومین خصلت نجیب پیشوای معظم ملت توانست که توسط آن عامل موفق و کامروا شود، این رجوع کردن به شعار و به عملهای صالح گذشتگان و نیاگان ما. بله. گذشتگان ما در تاریخ موجودیت خود یک کتاب داشتند که با نام مینای خرد از خود رقم ماند و در همان کتاب مینای خرد در خط اولینشان با حرفهای زرخلین چنین نوشته بود: مردم تاجیک، مردم آریانای اصیل، همیشه در همه دور و زمان تمام خواسته های خود را می توانند که در عمل تطبیق نمایند
و ماز ببینید که این شعار، این یک شاهکار پرغناوت معنویت اجدادان و گذشتگان ما یک روحیه شد، یک عامل شد برای پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان. و این راهبر سیاسی و این پدر معنوی توانست که با شعار خواستن انجامی توانستن هست. یعنی خلق تاجیک چیزی که میخواهد در پیشاروی خود تمام هدف تمام مقصد، تمام نیت پاکی که راه اندازی میکند، او میتواند به امان خواسته های خود به هدف برسد، به مقصد برسد. جناب عالی همیشه به قدرت خلاقانه خلق خیراندیش تاجیک تکیه میکند. بله، بشو. و این تکیه ماندگار است، این اعتماد است، این باوری هست. ما اکنون در جهانی به سر میبریم که نزاع و تنش‌های سیاسی چون طوفان‌های بنیادکن بسیار با سرعت امنیت، ثبات و آرامی کشورها را برهم میزنند. ولی در همین گونه یک مرحله ها، در چنین یک دنیای پر از تنش و نزاع ها، پرزیدنتی که در عرصه بین المللی دیپلماتی او اعتراف گشته است، شخصیت او محبوب است و پیشنهادهای او در نوبت اول قبول می شود و میان سروران جهان از محبوبیت و نفوذ بسیار بلند برخوردار است، چون نعمت برای ملت ضرور است که همه این در شخصیت محترم پیشوای معظم ملت، پرزیدنت دوست داشتنی ملت تاجیک محترم امام علی رحمان افاده می‌یابد. جامعه شهروندی ما اکنون نزد همین گونه خدمت‌های پیشوای معظم ملت، نزد جانثاری‌ها و تلاش‌های خسته‌ناپذیر پرزیدنت محبوب خود چه صمیمیتی را باید نثار داشته باشند. در چنین یک زمانی که چطور بالاتر قید کردیم، خوب جهان در گیرودار و تقسیمات ابرقدرت‌ها قرار گرفته است. در واقع ما در یک مرحله حساس‌ترین و برانگیزترین پدیده‌های جهانی شوی عمری به سر میبریم که تمام سیاره خاکی پر از اختلاف، پر از نزاع، پر از تناسب منفعت‌خواهی قدرتمندان است. بله. و یک جهانی را میماند که تفکر انسانیت، عقل انسانیت روشن و واضح برای درک معمای آن عاجزی میکشد. در واقع و امروز ما اگر به سیاره خاکی جهانیان نظر اندازیم، در جهان یک چالش و یک امواج پرتلاطمی هست خود درک میدهد که در محور آن فقط خون است، بهمیری هست، خاکستر است، مرگ است. این همه رویدادهای حزن‌انگیز و تقدیر شکن هیچ یک انسان را بی‌طرف بودن نمیتواند. و در لابلای این عصیان وجدان و این درد جامعه، در وجود ما باز یک امید از خود درک میدهد. در وجود ما یک انگیزه از خود درک میدهد که آن احساس است، احساس بلند ملی، احساس بلند وطنداری و احساس بلند صداقت و پیشوای ملت. تقدیر برای ما چنین یک هدیه بسیار نادر، هدیه بسیار ارزشمند در شخصیت پیشوای معظم ملت عطا کرده است که دل ما پر است که ما راهبر داریم. احساس ما احساس زندگی و پیشرفت است و آبادی است و سازندگی است و خوشبختی است و امید است و پاکی است و عزم است و رفع برای آینده. راهبر مردمی، پرزیدنت مردمی ما نه تنها برای مردم خود نجات بخش است، بلکه امروز جهانیان آرزوی آن دارند که چون راهبر ما یک منادی داشته باشند، یک مهمار داشته باشند، یک هدایت کننده و یک حمایت کننده و یک راهنما کننده اصیل داشته باشند که آنها را از ورطه تمام همین بدبختی ها نجات بخشند. و هر یک پیامی که امروز پیشوای معظم ملت ما محترم امام علی رحمان
به گوش خلق دنیا می رساند، آن پیام یک پیام جان بخش است. آن پیام یک پیام تاریخی است. آن پیام یک پیام تاریخ آفرینی است و آن پیام یک پیام ماندگار است که در متن بطن او تنها وحدت است، اتحاد است، ثبات است، همگرایی است، همزیستی است و همدلی است. اکنون نزد جامعه شهروندی برای پاس داشتن از این یک وحدت کاملی که خوشبختانه نصیب ملت سرفراز و تمدن آفرین تاجیکستان گشته، با سروری خردمندانه پرزیدنت محبوب مملکتمان محترم امامعلی رحمان، چه وظیفه، چه اصالت نزدشان قرار دارد که همین گونه یک روند زیبای دولتداری برای نسل‌های ما و میراث گذاشته شود، البته باز با ترقیات، باز با روزافزونی هایی که بیشتر و بیشتر ملت ما را نصیب گشته باشد. تشکر زیاد. واقعا راجع به وحدت ملی حرف زدید و من امروز چون نماینده حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان با یک باوری و با یک خلاصه تام گفته می توانم که در تاجیکستان عزیز ما امروز وحدت ملی یک جوهر هست، یک عامل عوض نشونده بی‌زوالی هست که بسیار مقام و مرتبه و جایگاه شایسته سالاری خود را نیک و خوب ارزیابی می‌کند. پیشوای ما توانستند که وحدت را چون یک بزرگترین رکن، چون یک بزرگترین وسیله، چون یک بزرگترین ارکان نه تنها برای خلق تاجیک و بلکه بیرون از آن اثبات نمودند که صلح و ثبات تاجیکان این نه تنها یک سازش سیاسی است، بلکه این فراتر از آن است، بزرگتر از آن است و واضح‌تر از آن است. با دستگیری های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان از شرافت غایه های مقدس، غایه های فناناپذیر و بیزوال حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، مردم تاجیکستان توانستند که وحدت ملی خود را چون یک جوهر اندیشه ملی اعتراف کنند. وقتی که ما به تمام مناطق تاجیکستان سفر خدمتی میکنیم، از تمام خلق عادی وقتی که با خلق ما صحبت میکنیم و خوشبختم از آن چون نماینده حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان که وقتی که هر یک در تاجیک را میکوبیم از آن خوشبخت، از آن سرفراز میشویم که هر یک خرد و بزرگ تاجیکستان و پیشوای معظم ملت ما یک اعتماد، یک صمیمیت و یک صداقت ویژه دارد و با نام پیشوای معظم ملت نبض آن کودک در گهواره تا پیر 100 ساله می تپد که این البته خوشبختی است و می گویند که انسان در امور زندگی می تواند که صاحب منصب باشد، صاحب مسند باشد، صاحب مسلک باشد. این سه رکن را می تواند که انسان به دست آورد، لیکن نه به هر کس میسر می شود که در زندگی چون شخصیت، چون یک سرشناس در دل تمام پیر و خرد و بزرگ جا گیرد که این رسالت نه به هر کس میسر می شود و خوشبختانه امروز پیشوای معظم ملت ما شخصیت است، یک شخصیت جهاندار است، یک شخصیت جهانساز است و یک شخصیت جهان شمول است. امروز بزرگترین واجب و بزرگترین وظیفه ما از آن عبارت است که ما باید همین وحدت ملی خود را از هجوم تمام پیامدهای ناخوشایند جهانی شوی نگاه داریم. امروز وحدت ملی در تاجیکستان یگانه اندیشه ایدئولوژی ملی ما هست، یگانه جوهر مفکوره ملی ما هست که در زمینه همین وحدت
تنها تاجیکستان میتواند که در اقصای جهان در همه زاویه ها شرافتمندانه موقع خود را معرفی کند و از اصل و اصالت مردم خود دفاع کند و هدفهای پاک خود را برای آینده از این پاینده راه اندازی کند. ارجگزاری به پرزیدنت، صداقت به پیشوای ملت. این صداقت پیش از همه به تاریخ گذشته است. البته. محبوبی جهانی و حبیبی وطنی، بر جمله دردها طبیبی وطنی. گفتی که من از بحر وطن میمیرم، از بحر وطن بزی که زیبی وطنی. من در نزد این خاک قهرمان و متین اراده صدقاً صمیمانه سری تعظیم فرود می‌آورم. تاجیکستان فتح! با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، پرچمبردار سلسله سامانیان، منادی اصیل گومانیسم و مبشر صلح و ثبات جهانی، محترم امام علی رحمان، با دلبستگی فزاینده و مهر و محبت پاینده از تاجیکستان چنین میگویم: چاره‌گر بر ما تو را چون چاره کرد، رحم بر این مردمی بیچاره کرد. آفتابا آمدی با پیک نور، آفتابا آمدی با پیک نور، ابر غم را نور تو صد پاره کرد. داوری حق کرد زیبا داوری، دادت این فر و شکوهی سروری. باغ عمرت تا ابد آباد باد، باغ عمرت تا ابد آباد باد. مشک بیز و مشک خیز و عنبری. صلح و وحدت از تو شد آراسته، زندگی شد خرم و پیراسته. نام تو در کاخ اقبال وطن، نام تو در کاخ اقبال وطن، چون دعا از جان ما برخاسته. پیشوای ملتی آزادگان، از تو میهن بار دیگر یافت جان. این دعا عرضی دلی رودابه است، ای محزم زنده و جاوید مان. ای محزم زنده و جاوید مان، ای محزم زنده و جاوید مان. برای اندیشه های بسیار سازنده، برای اندیشه های بکر پر از محبت، پر از صداقت. دوستان عزیز، برنامه نوبتی جوهر بود که در مهمانی آن گوهر اندیشه های رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، نامزد علم های فیلولوژی، کارمند شایسته تاجیکستان، برنده جایزه ادبی به نام استاد میرزا ترسونزاده و دانشمند فرهیخته و مبلغ ارزش های ملی رودابه مکرم. بینندگان عزیز، اینجا خاتمه برنامه نوبتی جوهر بود. تا دیدار نوبتی، شاد و پیروز باشید.